آوردی؟ بابا نمیبینید اینا وضعش نما بدتره؟ قربون دهنت آقا شارخ، بزرگ مرد، دوست داشتنی ترین کارگردان دنیا، ما تا آخرش کنارت هستیم. خدا شاهده همه اینا رو من تو زندگیم تجربه کردم. خودم نه همه تجربه کردم. وحید قرار شد تمپو تو بیاری پایین‌تر. بریم برگردیم. وحید شارخ تو برو. عمو صمد، ولی شریف خیلی با استعداده. پدر دیگه حق داره نگران بچه‌ش بشه. بریم آقا رضا، بریم بقیه تمرینمون رو کنیم. ای بابا آقا جا میبینی دنیای عجیبیه. هیچ میدونستید چای سیاه ولی وقتی دم میکشه قرمز میشه؟ چای سبز باریسته بود ستار همدانی، همون که آقا جون دوست داشت. آقا جون اون اصلا همدانی نیست، تبریزیه. آقا جون میفروشه. آقا جون اینو میگی شما میدونستید هیچ قهوه خونه این قهوه نمیده. هیچ کسی هم تو دنیا تا حالا با قاشق چای خوری چای نخورده. آقا چون جعبه سیاه هواپیما سیاه نیست اصلا نارنجیه. آفرین خیلی خوب شد. آماده؟ آماده؟ همه بگید عدسی. عدسی.